60 ثانیه. امروز 3 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای انجام بازدید کاری به شهر تهران جمهوری اسلامی ایران سفر کردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، معاون یکم راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصانی رسمی گسیل نمودند. در این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را وزیر کارهای خارجی، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به مسائل رابطه‌های اجتماعی، وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب، رئیس کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم و دیگر شخصانی رسمی همراهی می‌کنند.